بینندگان عزیز میخوام براتون یه دسری درست کنم که تا حالا تو عمرتون نخوردی. خب موادی لازم: چند عدد خرمالو، البته یه دونه بس است. چند عدد سیب، دست نزن گندیده است. گندیده است. برو به کارت برس. 3 تا عدد سیب خورد، یه دونه بس. اوی یاد بس یکی دیگه هم بریز. خب نه بس دیگه، برو. خب عینکمو بزنم ببینم. حالا تخم مرغ نه نمیخوام، کلسترول داره، گرونه. بذار اونجا. بابا میدونی من چند خریدم اینو خانوم؟ خب بذار اونجا. نمیخوام. یه دونه بنداز. نه زیاده. شیر 1 لیتر. تاریخ گذشته نباشه. بس. درست وایسا. خب حالا آب. کم بوده آب هست اون مملکت، نریز. آبا ول کن توش. همین شما هستید که اینجوری میشه. خب حالا این شکره. شکر خوب نیست. آره ضرر داره. خب همین قبل بس. یخته چی ریختم. خب حالا اینم از محصولاتی خودمونه. محصولات ایرانی استفاده کنیم، بدون توصیه میکنم. معذرت میخوام خانم، کسایی که خانمایی که این مراقب دستشون مراقب باشن. هیچی نباید میزنم پا اون چش در سیاه میکنم. برو. آها مخلوط کن داریم. اینا میریزیم تو آسیا. الان نباید مصرف بشه. چرا؟ اوج مصرفه. پس کتفمون هم. خب حالا دسرمون آماده. 1 ساعتی باید بذاریم توی یخچال تا خودشو بگیره. اگر نگرفت دیگه نگرفت. خب شما خودتونو بگیرید.